رقابت تاریخی منتخب فوتبال تاجیکستان با ژاپن در مرحله انتخابی چمپیونات جهان 2022 به سود مهمانان انجام یافت. در این واخوری فوتبالبازان تاجیک در برابر رقیب پرقوت خود تیم ملی ژاپن که یکی از دسته‌های بهترین قاره آسیا محسوب می‌یابد بازی مجلل نشان دادند، اما تجربه بلند ژاپنی‌ها در این واخوری ثمر آورد. شرح این بازی مرکزی و دیدار دیگر گروه F در گزارش همکاران ما. قسمت اول بازی منتخب‌های فوتبال تاجیکستان و ژاپن در دایره رقابت‌های دور چهارم بازی‌های انتخابی چمپیونات جهان قطر 2022 قریب که برابر جریان گرفت. در 45 دقیقه پیت اول واخوری شاگردان عثمان تاشف یک چند مراتبه امکان مساعد گلزنی داشتند، اما از آن ثمرناک استفاده برده نتوانستند. پیت اول دیدار با نتیجه مساوی 0-0 به انجام رسید. آغاز قسمت دوم واخوری باشد برای ملی پوشان ما بی‌برار شروع شد، زیرا در فرصت فاصله 2 دقیقه حملگر منتخب ژاپن تاکومی مینامینو با زدن 2 گل دست یافت و ملی پوشان ژاپنی برتری را به دست گرفتند. حملگر 24 ساله منتخب ژاپن در دقیقه 53 رقابت توسط ضربه سر حساب دیدار را باز کرد. با گذرا شدن 2 دقیقه دیگر این حملگر باشگاه زالتسبورگ و منتخب ژاپن تاکومی مینامینو گل دوم خود را وارد توری دروازه منتخب تاجیکستان نموده حساب را 0-2 ساخت. در ادامه واخوری منتخب ژاپن با زدن باز یک گل دیگر مشرف شد. مؤلف ضربه هدفرس فوتبالباز باشگاه پارتیزان سربیا و تیم ملی ژاپن تاکوما آسانو گردید. بدین وسیله بازی منتخب‌های فوتبال تاجیکستان و ژاپن با حساب 3-0 به سود مهمانان به انجام رسید و این اولین باخت تیم ملی فوتبال تاجیکستان در گروه محسوب می شود، زیرا در 2 بازی قبلی ملی پوشان ما بر منتخب‌های فوتبال قرقیزستان و مغولستان غلبه به دست آورده بودند. همکنون بعد از انجام دور چهارم مرحله انتخابی چمپیونات جهان 2022 در گروه F منتخب ژاپن با کسب 9 امتیاز صدرنشین جدول گردید. تیم‌های ملی قرقیزستان و تاجیکستان با دریافت 6 امتیازی متناسباً در زینه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. مغولستان با 3 امتیاز زینه بعدی را اشغال می‌کند. میانمار باشد بدون امتیاز در مقام اخیر جای دارد.